با نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین و خیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه ما در مضمون کیمیا در صنف 12. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون کیمیا میخوانیم و از همین طریقه میتونیم با موضوعات جدید در علم کیمیا هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمین، ما در درس قبلی و در فصل گذشته در مورد مرکبات عضوی، در مورد نقش کربن در مرکبات عضوی، ساختمان الکترونی، سویه های انرژیکی به همین شکل در مورد روابطی که خود کربن تشکیل میده در مرکبات عضوی صحبت کردیم. در مورد هایبریدیزیشن فهمیدیم، در کل فهمیدیم که سه نوع مختلفی از هایبریدیزیشن چگونه می باشه. با هایبرید sp3، sp2 و sp آشنا شدیم. سهم هر کدام از اوربیتال ها را فهمیدیم که در این سه نوع هایبرید به چه شکلی می باشه. زمانی که اوربیتال ها هایبریدی میشن یا زمانی که اوربیتال ها با همدیگه اختلاط و امتزاج میکنن، از اثر اختلاط و امتزاج اوربیتال ها هست که هایبرید های مختلف، اوربیتال های هایبریدی شده مختلف تشکیل میشه. یعنی زمانی که دو یا چند اوربیتال با همدیگه امتزاج میکنن، از اثر امتزاج اوربیتال های هایبریدی جدید یا اوربیتال های مختلط جدید تشکیل میشه که در عین سطح انرژیکی قرار داره. شاگردای عزیز، در مورد تمامی موضوعات روزهای قبلی با همدیگه صحبت کردیم. امیدوار هستم که شما درس‌های قبلی را تکرار کرده باشین، تمرینات فصل را هم حل کرده باشین و در درس امروز ما فصل جدید را شروع میکنیم. فصل دوم را در مضمون کیمیای صنف 12 شروع میکنیم و عنوان درس ما در این فصل، اولین عنوان در این فصل عبارت از فرمول مولکولی و فرمول تجربی مرکبات عضوی می باشه که این درس ما شامل صفحه 18 الی 20 کتاب کیمیایتان هست. به شکل کلی هدف ما در درس امروزی است که با همدیگه روی فرمول مولکولی بعضی از مرکبات مرور داشته باشیم، یک بار دیگه تکرار کنیم. البته در صنف‌های پایین‌تر شما با این موضوعات آشنا شدین، اما در کتابتان یک تکراری یا یک مروری روی فرمول مولکولی مرکبات مختلف صورت گرفته. پس ما هم با هم دیگه فرمول مولکولی را یاد میگیریم که با کدام فرمول گفته میشه، چگونه از مرکبات مختلف فرمول مولکولیش را میتونیم دریافت کنیم، فرمول‌های تجربی چی هستند و از مرکبات مختلف چگونه میتونیم فرمول‌های ساده‌اش را نوشته کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس از همه شما عزیزان میخوایم که قلم و کتابچه‌تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. خب شاگردان عزیز، زمانی که در مورد فرمول صحبت میکنیم، فرمول مرکبات عضوی و شکل کلی فرمول مرکبات عضوی یا مرکبات مختلف به مجموعه ای از سمبل های تشکیل دهنده اتم های عناصر مربوط به خود مرکب میشه به همراه ضرایب نسبیشان، به همراه ضرایب هر کدام از اتم های تشکیل دهنده مرکب. یا میتونیم بگیم که خود فرمول عبارت از مجموعه اتم های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب با ذکر ضرایب نسبی تمام این اتم ها می باشه. در کل همین تعریفی را که ما برای فرمول گفتیم، تعریف فرمول مولکولی هم هست. در فرمول مولکولی ما سمبل های عناصر مختلفی که تشکیل دهنده مرکب هست را نوشته می کنیم و به همراه نوشته کردن سمبل ها ما چه کاری را انجام میدیم؟ کاری که انجام میدیم است که نسبت هر کدام از اتم های تشکیل دهندهش را توسط یک عدد به حیث ضریب در کنار سمبلش قرار میدیم. بیایم با هم دیگه مثال هایش رو ببینیم و با فرمول مولکولی مرکبات مختلف آشنا شویم. چون ما تا آخر کتاب صنف 12 با فرمول های مرکبات مختلفی که در جمله مرکبات عضوی قرار دارن آشنا میشیم، پس خوب است که طریقه درست نوشته کردن فرمول مولکولی مرکبات عضوی آشنا شوین و بعدش بریم به طرف فرمول ساده ای که فرمول ساده مرکبات مختلف را چگونه نوشته کرده میتونیم. به شکل کلی به طور مثال از
ابتدایی ترین یا از ساده ترین مرکب عضوی در مرکبات عضوی یا در کیمیای عضوی شروع میکنیم. میتان. شما از صنف‌های پایین‌تر با میتان آشنا هستین. میتان یکی از مرکبات یا اولین مرکب سلسله الکان ها است، متشکل از یک کربن به همراه 4 هیدروژن هست. چی میگم؟ میگم متشکل از یک کربن به همراه 4 هیدروژن هست. کربن یکی، هیدروژن 4 تا. معمولا اتم هایی از عناصری که تشکیل دهنده یک مرکب هستند و در مرکب تعدادشان یک اتم هست، یک را به حیث ضریب نوشته نمی کنیم، یعنی به این شکل نوشته نمی کنیم. کربن یکی، هیدروژن 4 تا. که البته اگر این قسم هم نوشته کنید کدام اشتباهی نیست، یعنی کدام مشکلی وجود نداره، اما خوب است که ضریب یک نوشته نشه و به همین شکل CH4 یعنی کربن، تعداد اتم های کربن 1 و تعداد اتم های هیدروژن 4 هست و همین مرکب عبارت از میتان می باشه. فرمولی که نوشته کردیم فرمول چی هست؟ فرمول مولکولی هست. پس فرمول مولکولی چی هست؟ فرمول مولکولی عبارت از مجموعه ای از سمبل های تشکیل دهنده یک مرکب. سمبل کربن C، سمبل هیدروژن 4 به همراه نوشته کردن ضرایب چی هست؟ به همراه نوشته کردن تعداد اتم ها یا ضرایب نسبی اتم ها به حیث ضریب هر کدام از این سمبل ها. پس ما میتونیم که هر کدام از اتم ها را در نظر بگیریم، تعدادشان را در مرکب ببینیم که به چه تعداد هست و همون تعداد را به عدد در قسمت پایینی و پیش روی هر کدام از سمبل های عناصر نوشته کنیم. همین فرمول عبارت از فرمول مولکولی هست. شاگردای عزیز، میتان از جمله ساده ترین مرکب می باشه. ساده ترین مرکب در مرکبات عضوی هست. بعضی از مرکبات وجود داره که فرمولش به این سادگی نیست. بیاین با این مرکبات هم آشنا شویم. و طور مثال یک مرکب گلوکوز هست. گلوکوز یکی از مرکبات عضوی می باشه. فرمول مولکولیش متشکل از 6 کربن، 12 هیدروژن و 6 اکسیژن هست. C6H12O6 نشان دهنده کدام مرکب هست؟ عبارت از نشان دهنده گلوکوز می باشه. گلوکوز هم یکی از مرکبات عضوی هست، متشکل از 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن. زمانی که میتان را نوشته کرده بودیم، میتان CH4 یک کربن 4 هیدروژن. فرمول هایی که نوشته کردیم برای هر کدام از این مرکبات فرمول های چی هستند؟ مولکولی هستند. اما یک نوع دیگه از فرمول ها هم وجود داره. نوع دیگه از فرمول ها عبارت از فرمول مشرح هست. زمانی که از فرمول مشرح صحبت میکنیم، در فرمول مشرح نوعیت روابط بین اتم های عناصر مختلفی که تشکیل دهنده این مرکب میباشه هم ذکر میشه. به چه شکلی؟ زمانی که میگیم یک کربن و 4 هیدروژن در مرکب میتان وجود داره، کربن با 4 هیدروژن چه نوع رابطه داره؟ رابطه اشتراکی داره، رابطه آیونی داره. اگر رابطه اشتراکی داره، رابطه اشتراکی یگانه است، دوگانه است، سه‌گانه است. به چه شکلی؟ زمانی که روابط را هم نشان بدیم، فرمول مشرح میشه. از نامش هم پیداست. زمانی که میگیم فرمول مشرح یعنی فرمولی که کمی تشریحات بیشتر داره. تشریحات، یکی از تشریحاتشان همین نوعیت روابط کیمیاوی هست که روابط کیمیاویش به چه شکلی می باشه. فرمول مشرح میتان به همین شکل است. گلوکوز هم داره فرمول مشرح است، یعنی تمام مرکبات عضوی که فرمول های مولکولی دارن بدون شک فرمول های مشرح هم دارن که در فرمول های مشرحشون نوعیت روابط بین اتم های عناصر مختلفی که تشکیل دهنده خود مرکب می باشه را نشان میدیم. گلوکوز داره کدام فرمول مشرح هست؟ کربن به همراه یک اکسیژن رابطه داره. به همین شکل این کربن با یک کربن دیگر رابطه داره، اکسیژن با یک کربن دیگر رابطه داره. به همین شکل کربن با یک کربن دیگر، یک کربن دیگر و هر دو کربن هم با هم دیگر رابطه داره. میبینین که یک حلقه را تشکیل دادیم. حلقه گلوکوز متشکل از 6 کربن هست. ببینیم کربن ها را حساب کنیم. 1 2 3 4 5 و یک کربن هم در همین قسمت CH2OH.
6 کربن، 1 2 3 4 5 6. و به همین شکل باید چند هیدروژن داشته باشه؟ 12 هیدروژن داشته باشه و 6 اکسیژن. خب شاگرد عزیز، بیاین که هیدروژن ها و اکسیژن ها را هم در این حلقه و در خود فرمول مشرح گلوکوز با همدیگه نشان بدیم. در این قسمت کربن با یک هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه داره، با گروپ OH هم رابطه اشتراکی داره. به همین شکل هیدروژن OH هیدروژن OH و به همین شکل یک هیدروژن هم در همین قسمت. بیاین حساب کنیم. شما فرمول مشرحی را که مشاهده میکنید فرمول مشرح گلوکوز هست که متشکل از 6 اتم کربن هست. 1 2 3 4 5 6. 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن باید موجود باشه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن. اکسیژن ها را هم اگر حساب کنیم 1 2 3 4 5 6. 6 اتم اکسیژن هم موجود هست و شما این فرمول مشرح را که مشاهده میکنید فرمول مشرح گلوکوز هست. پس فهمیدیم که مرکبات عضوی میتونن فرمول های مولکولی داشته باشند که تنها سمبول های عناصر مختلف تشکیل دهنده خود مرکب به همراه ذکر نسبت های یا تعداد اتم های تشکیل دهنده شان می باشه. قسمی که شما در گلوکوز میبینید. و یا شما زمانی که فرمول مشرح یک مرکب را نوشته میکنید، یعنی مرکبات عضوی داره فرمول های مشرح هم هستن که در فرمول های مشرح شما تشریح میکنید که چه نوع روابط بین اتم های مختلف وجود داره، چه نوع روابط اشتراکی وجود داره، روابط در کدام قسمت ها وجود داره، اتم های عناصر مختلفی که تشکیل دهنده خود مرکب هستن به چه شکلی با هم دیگه ارتباط دارن. تمام این موضوعات در فرمول مشرح بیان میشه. شاگردان عزیز، تا این قسمت ما با موضوع ای آشنا شدیم که فرمول مولکولی چگونه است، فرمول مشرح چگونه است. بیاین حالا ببینیم که بعضی اوقات بعضی از فرمول ها وجود داره. به طور مثال فرمول گلوکوز وجود داره که ما میتونیم فرمول ساده ترش را هم نوشته کنیم. فرمول ساده تر گلوکوز را هم میتونیم نوشته کنیم. اگر فرمول ساده تر گلوکوز را در این قسمت بخوایم براتون نوشته کنم، باید قبلش براتون بگم که معمولا فرمول های ساده بر اساس تحلیل های توصیفی و مقداری حاصل میشه. زمانی که شما یک فرمول مولکولی را تحلیل میکنید بر اساس چی؟ بر اساس خود صفت خود همین مرکب و خود صفت فرمول مولکولیش و بر اساس مقدار اتم های موجود در مرکب فرمول ساده را میتونید حاصل کنید. شاگردان عزیز، ما میتونیم که فرمول ساده گلوکوز را به این شکل هم نوشته کنیم: CH2O. حالا چرا میتونیم به شکل CH2O فرمول سادهش را نوشته کنیم؟ باید این موضوع را هم با هم دیگه یاد بگیریم. خب شاگرد عزیز، در مورد فرمول ساده گلوکوز صحبت کردیم. مرکب کدام مرکب هست؟ گلوکوز. فرمول مولکولیش C6H12O6 می باشه. فرمول سادهش که بر اساس تحلیل های توصیفی و مقداری حاصل شده به چه شکلی می باشه؟ CH2O. که شما اگر همین فرمولش را یک ضریب 6 را در این قسمت در نظر بگیرین و شما میفهمین زمانی که یک ضریب قبل از یک مرکب در نظر گرفته میشه مربوط به هر کدام از اتم های تشکیل دهنده مرکب میباشه. مربوط به کربن هم هست، هیدروژن هم هست و اکسیژن. پس زمانی که 1 ضرب 6 شود 6، 6 ضرب 12 شود دوباره 12 و 6 ضرب 1 شود دوباره 6. پس به همین خاطر فهمیدین که فرمول ساده این مرکب چرا CH2O می باشه. مرکب دیگه که در این قسمت میخوایم براتون فرمول مولکولی و فرمول سادهش را نوشته کنم عبارت از الدیهاید هست. فارم الدیهاید هست. کدام مرکب؟ فارم الدیهاید. شما از کیمیای عضوی صنف نهم اگر به خاطر داشته باشین فرمول ساختمانی فارم الدیهاید به چه شکلی هست؟ HC 2 رابطه O رابطه H.
این فرمول ساختمانی هست، یعنی کمی تشریحاتش از فرمول مشرح کمتر می باشه و یا میتونیم بگیم که فرمول مشرح هم هست. چرا؟ چون که ما نوعیت روابط اشتراکی را نشان دادیم، به همین شکل خود اتم های عناصر تشکیل دهنده همین مرکب را هم در این قسمت یادآور شدیم. پس فرمول مشرح هست. فرمول مشرح فرم الدیهاید به این شکل هست و زمانی که ما فرمول ساده این مرکب را نوشته می‌کنیم، فرمول مولکولی، در این قسمت تمام فرمول ها را که نوشته می‌کنم فرمول مولکولی هست. فرمول مولکولی این مرکب چند کربن وجود داره؟ در این مرکب یک کربن. چند هیدروژن وجود داره؟ دو هیدروژن. چند اکسیژن وجود داره؟ یک اکسیژن. پس فرمول ساده فرمالدهاید از این ساده تر نمیشه. از این چرا ساده تر نمیشه؟ به خاطری که ما اینجا کدام ضرایبی برای هر کدام از اتم های تشکیل دهندش نداریم که تمام ضریب های موجود برای هر کدام از اتم های تشکیل دهنده مرکب را در نظر بگیریم و تمام ضریب ها را تقسیم کوچکترین ضریب کنیم. در گلوکوز اگر یک بار دیگه این موضوع را براتون تکرار کنم، شما اگر هر کدام از ضریب های گلوکوز را در نظر بگیرین، ضریب های اتم های عناصر تشکیل دهنده گلوکوز را در نظر بگیرین و تقسیم کوچکترین ضریب کنید. کوچکترین ضریب در اینجا چند هست؟ 6 12 6. بدون شک که 6 هست. 6. شما 6 را تقسیم 6 کنید 1، 12 را تقسیم 6 کنید 2، 6 را تقسیم 6 کنید 1. پس به همین سادگی میتونید که فرمول ساده مرکبات مختلف را دریافت کنید. چه کاری میکنید؟ ضرایبش را در نظر میگیرین، ضرایب هر کدام از اتم های تشکیل دهندش را در نظر میگیرین و تمام ضرایب را تقسیم کوچکترین مقدار ضریب ها میکنید. در فرمول دوم که میبینید، فرمول مولکولی فرم الدیهاید، ما اگر ضرایب را در نظر بگیریم، ضریب کربن 1 هست، ضریب اکسیژن هم 1 هست. اگر تمام ضریب ها را تقسیم کوچکترین ضریب کنیم، کوچکترین ضریب چی هست؟ 1. فرمولی که به حیث فرمول سادهش تشکیل میشه دوباره به همین شکل هست. 1 تقسیم 1 1، 2 تقسیم 1 2، 1 تقسیم 1 1. یک را معمولا نوشته نمی‌کنیم، به حیث ضریب این مسئله رو براتون گفتم. پس فرمول مولکولی و فرمول ساده فرم الدیهاید با هم دیگه یکسان هست. اما یک موضوع رو ببینید، فرمول ساده فرم الدیهاید یک مشابهت کامل با فرمول ساده گلوکوز داره. مرکب دیگه ای را که میخوایم در این قسمت براتون فرمول مولکولی و فرمول سادهش را نوشته کنم، اسیتیک اسید هست. اسیتیک اسید یا تیزاب سرکه. اگر فرمول ساختمانیش را نوشته کنیم CH3COOH. این فرمول ساختمانی اسیتیک اسید یا تیزاب سرکه می باشه. بیاین که با هم دیگه فرمول مولکولیش را نوشته کنیم. چند اتم کربن وجود داره؟ 2 اتم کربن. چند اتم هیدروژن وجود داره؟ 3 و 1 4 اتم هیدروژن. چند اتم اکسیژن وجود داره؟ 2 اتم اکسیژن. فرمول ساده را چگونه دریافت میکنیم؟ ضریب ها را در نظر میگیریم و هر کدام از ضریب ها را تقسیم کوچکترین ضریب در این مرکب میکنیم. کوچکترین ضریب اتمی که در این مرکب وجود داره کدام ضریب هست؟ 2 هست یا 4؟ 2. پس تمام ضریب ها را تقسیم 2 میکنید. 2 تقسیم 2 1. پس کربن 1. 4 تقسیم 2 پس هیدروژن 2. 2 تقسیم 2 1. پس اکسیژن 1. موضوعی که مشاهده میکنید این هست که فرمول های ساده گلوکوز، فرم الدیهاید و اسیتیک اسید همش با هم دیگه یکسان هست، اما به اساس ضرایبش تعیین میشه. این که شما در قبل از همین فرمول ساده کدام ضریب را در نظر میگیرین. اگر 6 را در نظر بگیرین، فرمول مولکولی که حاصل میشه گلوکوز هست و نشان دهنده خود مرکب گلوکوز میباشه. اگر ضریب ها نباشه، شما هیچ تفاوت بین این مرکبات را احساس کردن نمیتونید. اگر ضریب 1 باشه، مرکبی که حاصل میشه فرم الدیهاید هست. اگر ضریب
2 باشه. مرکبی که حاصل میشه استیک اسید هست. امیدوار هستم تا این قسمت درس شما فهمیده باشین که فرمول مولکولی چی هست، فرمول مشرح چی هست، فرمول ساختمانی چی هست، فرمول ساده را چگونه میتونیم از روی فرمول مولکولی به دست بیاریم و همین قسم در مورد ای که خود فرمول ساده کدام فرمول هست هم فهمیده باشین. شاگردای عزیز، ما در درس بعدی فرمول های ساده بعضی از مرکبات را به یک شکل دیگه دریافت میکنیم در صورتی که خود مرکب به ما داده نشده باشه و یا فرمول مولکولی مرکب به ما داده نشده باشه. او را در درس بعدی با هم دیگه کار میکنیم و درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. خب شاگردای عزیزی بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. در درس امروز من شما 2 سوال را به حیث کارخانگی دارم. در سوال اول شما در کتابچه هایتان تفاوت بین فرمول های مولکولی و فرمول های ساده مرکبات مختلف را نوشته میکنید که چه تفاوتی بینشان وجود داره و در سوال دوم شما فرمول های مولکولی، ساختمانی، مشرح و همین قسم فرمول های ساده بعضی از مرکباتی که براتون نام میبرم را به شکل مفصل نوشته میکنید و یا نیاز به ترسیم داشته باشه ترسیم میکنید. مرکب اولی دای ایتایل ایتر هست، مرکب دومی ایتانول هست و مرکب سومی فارمیک اسید هست. این 3 نوع مرکبی که براتون نام بردم را شما فرمول های مولکولی، مشرح، ساختمانی و همین قسم فرمول های ساده شان را در کتابچه هایتان نوشته میکنید. روز بعدی به صنف میارین تا کاملا مشکلاتتان در فرمول های مختلفی که برای مرکبات عضوی وجود داره حل شود و اگر باز هم در قسمتی براتون مشکلی باقی میمونه یادداشتش کنید و روز بعدی از ما بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون کیمیا داریم، همه شما عزیزا را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.